با دقت باشید. کف دست نگاه میکنیم. از تقدیر راضی میشویم. از تقدیر که راضی شدیم، شما جنجالی بین ما و گن ما برهم میخورد. ارثیت ما، پشت ما به ما گنهای بهترین بیدار میکند، میدهد. او تفکر کنی هست، او محبت است، او بخشش است، او باوری است، او دانش بسیار جمع کردن است، او خاطره خوب است، او سلامتی مغز است. داده شوید به این حالت. چشمان را میپوشیم به عباره‌ای که من از تقدیر راضی هستم. با سکوت نوبتی بزرگ را، سکوت کبیر را سر میکنیم که روانه شده است به آن که به اعتدال بیاریم حالت روانی خود را، سلامتی خود را در یک زینه معین قرار بدهیم. آینده ساز باشیم، آینده خود را بسازیم امروز، با آن که ما در معنی سر خود پروژه ها، برنامه های پرتاییم که معنی سر در آنها کار کند و روز تا روز ببینیم که آنها عملی می شوند. حرکت میکنیم، خواهش داریم، ذوق داریم، شوق داریم و وقتی که به دست میاریم اون چیزها را، ما و شما خرسندی میکنیم، شکرگزاری میکنیم که خداوند به ما و شما این روزها را رساند. شکر خداوند که نهایت مهربان است و سپاسگزاری از صلح و امنیت وطن تنج و امن ما و منتداری از آن نزدیکان ما که همراه ما و شما هستند و در این روزها با ما و شما همزیستی میکنند، یکدیگر را دستگیری میکنید و دلسوز هستند. پناه به سوی خدا میطلبیم. با نام خدای بخشنده و مهربان سر میکنیم، به نیت شفا میشینیم، خود رو در بین معینه سر گرفته آرام میشویم. آرام شوید. یک بار خودتون رو مشاهده کنید. وقتی هوشتون رو در بین معینه سر گرفتید آرام میشوید. آرام شوید، هم تن شما و هم روح شما. پکای، ریلکس، حالت نرمی بدن، حالتی که قوای زیادتی از بدن گرفته می شود و ما حس می کنیم که گردش خون در تمام بدن درست می شود. گردش خون در بدن که درست شد، ما و شما از جمله سالمان قرار میگیریم انشای خدا. چون که گردش خون سبب برهم خوردن وسپلینی ها یعنی گزک ها، التهاب ها می شود. در هر جایی که خنکی هست، وسپلینی هست، آنجا با واسطه گردش خون صحت می شود انشای خدا. چون که هر جایی که چنین حالت باشد گردش خونش نادرست است. گردش خون در سر درست می شود، در گرده ها درست می شود، در گلو، در پای ها، در هر عضوی که شما سستی حس میکنید یا که بیماری حس میکردید، آهسته آهسته گردش خون آن ناراحتی ها را میبرد. لیلکزنی حتی نوک انگشتان دستان و پای ها را حس میکنید. کسی فشاری بلند خون دارد، گردش خون به دست و پای که برود، فشار مشکلی که در سر بود بر هم میخورد
سر روز تا روز روشن‌تر و روشن‌تر می شود. اگر کسی که فشار پست دارد گردش خون را به سر ببرد، حس کند که چی طور در سر او فنتن بر این گردش خون پهن شده، عقل او را رسا، احساس او را خوب، تن او را بی درد و در حالت آرامی قرار می دهد. روح ما و شما در این حالت حس می شود. داده شوید با حالتی که شما را فرا می گیرد. حالت آرامی است، حالت مخصوصی معینه سر، حالتی که گردش خون در بدن درست شده. ما حس میکنیم که قوه جاذبه زمین همه سیاهی و زمین را از بدن ما میگیرد، مانند آهن را با واسطه استون مهره و از کف پا، شکم، میان، قفس سینه، تخت پشت، گلو و پشت سر، پیشانه و پشت سر یک نور عجیب از زمین به طرف آفتاب می رود. آفتاب هم مانند آهن را به طرف خود می کشد. چه قوایی که در وجود ما و شما باشه، از آن جمله قواهای کسل کننده، ما از سر نو قواهایی که ما را شفا می دهند برقرار می سازیم و ما حس می کنیم که این دو نور در بدن ما ایزی خود را می ماند. قواهایی که ایمونیتیتمون را مستحکم می کنند، به دردمون می گردانند، وقتمون را خوش می کنند، عقلمون را رسا می کنند و ما احساسمون را قبیده می توانیم. دیگر حتی که حالتهای جنجالی هم شود، ما احساسمون در یک حالت قرار دارد و ما قابلیت فکر کنی خود را گم نمی کنیم. هر بار نفس میگیریم بدن ما سبک و بی‌وزن شدن میگیرد. نفس گیرید و نفس برارید. نفس گیرید و هنگامی که نفس میبرارید قوه نفس به دستان و پایها و عضوهاتون روانه سازید. یعنی گویا که شما خودتون را دم می اندازید. حسیاتی در نظر کلانشوی بدن پیدا می شود. بدن در نظرمون کلان می شود. این دیگرگون شدن حس است. آهسته آهسته معینه فراموش میکند بدن. ما هر بار نفس میبراریم حس میکنیم که یکی از قسم سرحدی بدن ما با اطراف محلول میشود و ما فراموشش میکنیم. در وقت گذاشتن نور حتی بدن اندک شاخ شدنش ممکن است، ولی هراس نکنید. بسیاری شما آن در این حالت نمیافتید چون که بعضیتون نوسر کرده اید. شما مقابلیت سختی معینه سر خود حس میکنید، ولی چون آرام میشینید باطن شما هم با سخنان ما راضی میشود. پیش نظر خود را دقت میدهید. به مرور آن که ما گپ میزنیم بدن ما و شما فراموش میشود و بیماری ها هم همینطور فراموش میشن. سستی و ضعیفی میرود، قوت و حالت کاری پیدا میشود. این بدن ما و شماست که بعد از خیزاندن از این حالت خود را صحت سالم بردم و بی درد حس میکند. این شای خدا و پیش نظر خود را دقت دهید. چه رنگ ها هست؟ هر یک رنگ معنایی را دارد. کبود، سبز، سرخ، گلابی، سرخ شتاب، تاریکی، روشنی.
و این رنگ ها با یکدیگر محلول شده، یعنی پردمت ها را میسازند، چیزها را میسازند. شما باید در این حالت آرام باشید، مشاهده کنید، ببینید که در پیش نظرتون معاینه چی میسازد. شما زبان معاینه خود را امروز میفهمید. معاینه به همین واسطه گپ میزند. یکی از گپزنی های معاینه با ما این پیش نظر است. معاینه را هیچ وقت نترسانید و موثر قوه های بد در معاینه سر راه ندهید. برای من خوب نیست که کینه‌های ویران و بد را بسیار تماشا کردن. پیش نظر را تازه کرده انگیرید و اکنون چیزی که خودتون میخواهید آن را پیش نظر بیارید. مثلا آسمان کبوت رو پیش نظر بیارید. کبوتی آسمان، کوههای سر به فلک، سبز زاران، دقت دهید به آن چیزهایی که شما را فرا گرفته است. وقتی شما پیش نظر رو دقت دادید، اکنون فکرها را میبینید که چی به شما گفته ایستادن. فکر مانند دریا هست، آن را منع نکنید، ولی شما میتونید دریا را سمت بدهید. یعنی با یک کلمه خوبه شما فکر خود را بند کنید. مثلا میتوانید بگویید من میتوانم که صحت باشم، این شای خدا. من از عهده زندگی میبرایم، این شای خدا. من قوت و قدرت دارم که ایستادگی کنم، صحت باشم. یا که شما میتوانید نامهای خدا را، یکی از نامهای به شما معقول است، تکرار کنید که آن صفت به خود بگیرید. دوستان عزیز، وقتی شما ذکر میکنید شما دقت دهید به نیروی قوه همان نام. مثلا شما اگر بگویید الرحیم یا رحیم، مهر حس کنید. یا که به زبان ناب تاجیکی خود بگویید به نام خداوند بخشنده و مهربان، یا مهربان یا مهربان یا مهربان یا مهربان. یعنی به مهر ما را خدا بانی میکنه و شما هم چنین میشوید. نزدیکان خود را، کسانی که از شما وابسته هستند، زیر دستانتان هستند، آنها را شما با مهر بانی میکنید. یعنی در دلتان شما نسبت آنها مهر دارید. وقتی که چنین شد، مهر کینه را میبرد، ترس میبرد، عداوت ها را برهم میزند. همین صفت خدا را که حس کردید، شما خدا را حس کرده میتوانید که مهربان است. احسان کنید خدا را که ما را به دست دولت، به دست پدر و مادر، به دست عائله، به دست راهبران مهربانی میکند. وقتی انسان در دلش مهر پرورش کرد، در سیمای هر کسی که او را نگاه و بین میکند مهر حس میکند. و در پیش نظرتون بسازید چی میخواهید در زندگی. بدن خود را بخپید، چون میدن نمانید که نور از بدن میگذرد و با سرعت میگذرد. چی میخواهید پیش نظر بیارید.
و همون چیز از دل گذرانید، یعنی دعا کنید. آن چیزی که شما از دل میگذارانید فرشته ها آمین میگیرند و این شای خدا او میشود. فقط بد نگویید، دعای بد نکنید. شما حس کنید که نوری عجیبی از بدن میگذرد و این تحفه کیهان به ما و شما است. که شعور کیهان امروز به ما و شما صحتی، سالمی، خوشبختی، دیدن صحتی، دیدن خوبی را، بهترین بودن واسطه توبت، دعوت مردم به صحتی و سالمی، هر بیگاه بعد شام اسکوت رو تکرار کردن، دیدن و خوابهای نغز که خبرهای خوش به ما میارن، نصیب ما و شما میگردن. روز تا روز صحتی را میبینید، میفهمید. خوابهای بعد شما را ترک میکنن، خوابهای نیک بسیار میشن. تگه دل خرسند است، بدن بقوت است، نفس آزاد است. روز تا روز بهتر و خوبتر شده. ما میدانیم که این بهترین راهی واسطه طبقت است. سبک و روشن و دم گرفته و خرسند و خوشبخت با دنیای زیبا و رنگین و مهربانی آدمان و زندگی آسان و نزدیکی که خداوند از رگ گردن دیده نزدیکتر است. با آنکه دولت برای کمک و برای مهربانی ما شماست، برای اینکه ما خطیب راهبرامون ملایم و دلیل گپ میزنیم و خردان نوازش داریم و همچنین سالان و نصیحت و مصلحتیم. دائم از پی علم و بهبودی زندگی خود هستیم و آن چیزهایی که ما توصیه میتیم آنها را شما رعایت کنید و روز تا روز این شای خدا بهتر و خوبتر شدن میگیرید. سبک و روشن و دم گرفته و آزاد و آرام آهسته آهسته چشمان خود را میکشید.